میگه در اومد میگه 5 ساله کودک میگه میخیل میدهد ای حیبتش ترسیدم اینجا اوچم امر کرده که پدر تگو چوی خیری بیایا امری مادرم واجبه و خیزوندن پدرم حیبته نمیدونم چیکار کنم میده شب داد من میگه خام شدم ایمی 50 تا بوجلکش بوسیدن گرفتم که همین موچه خدی بدور شود یکی چشمش اوتام بوی کرد خوزی بسره بود چیکار کردی شیخو بدین اوچم امرم کرد که چوی خیری بیو اوتام اومدم ای حیبت ترسیدم گفت ای حیبتی من ترسیدی بله پروردگار رو همین شهوبیدین من همون ستاره علما گردم اصلا خوزی دورش کن روزی کمه نبینه به برکتی را نبینه دل علما را این خرسان که همون روز میگه 17 دعا کرد همش در زندگیم دیده برادر اوتا چیزی زوره قسم به خدا بعد ای رفتنش دوست فایده است میتیم دوست فایده است میتیم اوتا بسیار دوستی نزدیک بودم شو به حال آدمی که اوتاش دیگه اوزنه قسم به خدا این اوتا دوری دوره نمکی زندگی پدر قسم به خدا اوتا ای سر رو خیال میکنی هیچی نداره نمین همه خاص صاحب داری همه خاص چیز داری لیکن انسان در پیش اوتا میرن نوز میکنه برای پدر ما حضرت همین در بیرالوالدینش امام لالکانی آورده این همین نویره حاجی بازی داره همین 30 ساله 50 ساله شد برای حاجی دوره کودکیش همین اوتا